در شهر کلوب نیز چون دیگر شهر و منطقه‌های کشور روزی دعوتشونده در فضای ادانه و با تهیه چورابینی با شکوه استقبال کرده شد. چورابینی جشنی با اشتراک نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کلوب و دیگر شخصان کسب و کار گوناگون، گروه نو دعوت شدگان، دایره وسیع ساکنان و والدان و جوانان فعال با تشکیل شعار و آویزه‌های افتخاری و جشنی و بلند برداشتن پرچم دولتی برگزار گردید. در چنین سطح با شکوه ادانه تنتنوار استقبال روز گسیل دعوت شدگان به صف ارتش ملی با هم‌آوازی تمام قشر جامعه از درک احساس بلند وطن دوستی جوانان بشارت می‌دهد. ضمن جمع آمد تنتنوی به مناسبت روز دعوت شونده برآمد کنندگان در نزد سربازان آینده ابراز داشتند که با تشبث پیشوای ملت سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، تاجیکستان صاحب استقلال صاحب ارتش ملی گردید و تاکنون انفراساختار قسم‌های حربی بهتر و شرایط خدمت برای سربازان و افسران به طور شایسته بهبود یافته است. اثنای سخنرانی قید گردید که جوان پسران غیور و شجاع شهر کلوب با افتخار از وطن و دولتداری و شکرگزاری از نعمت‌های استقلال کشور که امنیت و آرامی کامل در مملکت پایدار است، بهر خدمت در صف قوه‌های مسلح با صداقتمندی به پایان در روز نخستین دعوت تیرماهی و کمیسریت حربی حاضر شدند. من خوشحال از اون هستم که امروز به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان به خواهش خودم سفربر شده ایستادم. روز دعوت شونده که رمز خدمت صادقانه به وطن است، برای جوانان مایه افتخار و سرفرازی بوده. هر یک جوان سین دعوتی در این روز با خوشحالی و سربلندی در نزد والدان وعده تنتنوی داده ابراز داشتند که برای حفظ سرزمین اجدادی جوانمردانه به طور همیشگی برای خدمت تیارند. من ختم کرده دانشگاه دولتی کلوب با نام ابوعبدالله رودکی همزمان در این دوره به حیث روزنامه‌نگار در یکی از بارگاه‌های با نفوذ اطلاعاتی منطقه کلوب تلویزیون کلوب کار و فعالیت نمودم و یک چیز را خواهی کردنی هستم که در حیات هر یک انسان شخصانی هستند که او را در همه پهلوهای زندگی دستگیری نموده راهنمایی می‌سازند و شخصا در حیات من این پدر و مادرم بود که مرا در این روحیه تربیت نموده و ثمره زحمت و تلاش‌های آنها است که من امروز در نزد خود مقصد گذاشتم که با صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان شامل شده به خلق و ملت خود صادقانه خدمت نمایم. چگونه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در منبرهای بلند سازمان ملل متحد برآمد نموده منتظم کوشش بر آن می‌نمایند که نفوذ جمهوری تاجیکستان ما را در عرصه جهان بلند بردارند. همچنین والدان نواسکران در برآمد خود آسودگی و پایداری استقلالیت کشور را به خدمت صداقتمندانه فرزندان این میهن نسبت داده از تنجی و آرامی تاجیکستان و فضای صلح و ثبات و وحدت سرتاسری کشور یادرس شدند و به جوانان جهت خدمت صادقانه فاتحه نیک دادند. ما امروز افتخار از آن داریم که امروز فرزند ما در قطار همسالان خود به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان پیوست می شود و قرض فرزندی خود را ادا می کند. البته شکرانه از دولت ملت تاجیک می کنیم که با سیاست خردمندانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان سرفرمانده قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان امروز در تمام جزء و تام‌های کشور عزیزمان تنجی و آبادی است و به تمام تجهیزات‌ها مجهز هستند و امروز ما باوری داریم که فرزند ما در برابر دیگر فرزندان کشور رفته خدمت را با سر بلند ادا کرده باز به تحصیل خود برمیگردد. با مقصد هوسمندی و دستگیری دعوت شوندگان که اکثر آنها قبلا به کورس آموزشی کوتاه مدت رانندگی جلب شده بودند، بعد ختم در روز گسیل به همه جوان پسران سفر برگردیده شهادتنامه رانندگی سپریده شد. در این روز همگی با شعار آماده خدمت وطن مادر میباشیم با پرافشانی پرچم و شعار و آویزه‌های افادهگر یکدلی و هم‌مرامی، صداقت و وفاداری و ارزش‌های ملی و پیشنهاد برنامه رنگین فرهنگی روز دعوت شونده در میدان قسم نظامی با خوشحالی و فرهمندی به انتها در فضای دوستانه و با شکرگزاری از دستاوردهای استقلال کشور تنتنوار استقبال کرده شد. پیشنهاد برنامه فرهنگی بهر نواسکران از جانب هنرمندان که شکوه ادانه را شهامت بیشتر ضمن نمود انجام بخش چورابینی جشنی گردید. خیرنسام رازاده محمدی میرزا، شهر کلوب، اخبار.